فکر کردی یوتیوبر چه درآمدی دارن؟ اونم یوتیوبر ماینکرافت. بریم ببینیم. اولشون پیکسی فرنازه که با درست کردن یه همچین ویدیوهای ماینکرافتی تونسته یه درآمد پشم‌ریزون این قیمتی دست به دست بیاره. حالا درآمد پیکسی فرناز بالاخره رو میشه بعد از این همه مدت و درآمدی داره با 1600 دلار که چیزی حدوداً میشه 80 میلیون. یوتیوبر بعدی زونشوه. زونشو برخلاف خیلی که 100 روزای خفنی میسازن، این خیلی خفنش میسازه و تونسته با همکاری با یوتیوبرهای مختلف مثل اسمایل و شرکت توی اسمایل SMP ویو و درآمد خوبی رو نصیب خودش کنه و این درآمدشه. زونشو البته با بازدید حدوداً 75,000 تایی تونسته درآمد 302 دلار رو نصیب خودش کنه که میشه 17 میلیون و اینم از بازدیدش. یوتیوبر خفن که میاد توی 100 روزهای مختلف در نقش موبا و حیواناتی که توی ماینکرافت هست و نیست ویدیوهای خیلی خفنی میذاره که اصلا حوصله‌ات سر نمیره و ویدیوش جالبه و بهتون پیشنهاد میکنم ببینیدش که با ماهی 136,000 تا بازدید تونسته درآمد 500 خورده دلاری که حدوداً با دلار 60 تومن میشه 20 الی 30 میلیون تومن دریافت کنه و اینم درآمدش. همه یوتیوبرهای گذاشتم که به درآمد رسیده بودن اما این یکی جدیده واسه مامان مجیده. ببخشید فکر کردم این یوتیوبر تازه به درآمد رسیده و یه بستنی قیفی وانیلیه. بله دشمنش هم شکلاتیه. درست. خب این بستنی ما که هدفش 2000 تا سابسکرایبه با تونسته با 14,000 تا بازدید که بگیره توی ماه از وقتی که به درآمد رسیده تونسته 58 دلار که حدوده مثلا 3-4 میلیون به دست بیاره. نادین جان تونسته با 11 سال ماینکرافت بازی کردن و خلاقیت‌های خودش و دیزاین هایی که یاد گرفته بتونه یه یوتیوبر موفق بشه و بتونه توی محبوب ترین ویدیوهاش با ساختن مپ کلاش آف کلنز توی ماینکرافت و اتک آن تایتان تونسته یه درآمد تقریبا خوبی به دست بیاره، ولی چون دیرتر ویدیو میذاره درآمد کمتر داره و 169 دلار چه حدود 7-8 میلیون. ادوارد پلیر که اسمش ایتس استار ام سی تونسته با ویدیوهای خوب و بدوارز خوبش و تقریبا ادیت جالبی که میزنه تونسته یه ویدیوهای با کیفیت خوبی درست کنه و ویوش به 75,000 تا در ماه برسونه و درآمدش به 300 دلار که حدوداً بشه 17 میلیون و اوکیه درآمد خوبیه برای همتون. ان به اتفاق بیفته. این یوتیوبر یه شاهکار میتونست باشه که با 2 تا بیکن ندرایتی که یکیش فقط تو متاکرفت 3 ماه طول کشیده و حالا ولش کن بقیه‌شو و جدیدن تونسته یه چند تا ماشین حساب از با این مودهای لایتماتیکا بسازه که بازم کار خیلی سختیه و هر کسی جرأت جمع‌آوری آیتماش هم نداره و تونسته چون ویدیو خیلی کم میذاره با 24,000 تا دونه بازدید در ماه تونسته 90 دلار اینو در بیاره که حدودا میشه 6 میلیون. بعدی عارفه که تونسته با بیشترین ویدیو فکر کنم از متاگرفت درآمد خیلی بیشتری از بقیه یوتیوبرها به دست بیاره و هرچی به بقیه یوتیوبرها میگن بیشتر ویدیو بذار درآمد بیشتر بگی نه، ولی به این گفته آره چرا که نه، درآمد بیشتر رو دوست داشته و تونسته با یه درآمد خفن پشم‌ریزون 1300 دلاری یعنی حدودا 70-80 میلیون درآمد در بیاره دیگه. چیکار کنیم اینجا نمیشه سابسکرایب ولی درآمدش رو نگاه میکنید با 316,000 تا شده 80 میلیون. بده؟ نه عالیه، خیلی خوب بود. آخه عمو قیصر درآمد تو داداش همه یوتیوبرهای قبلی درآمدشون رو جمع کن به پای این نمیرسه. ماشاءالله خیلی درآمد خفنی داره، نوش جونت. اینو دیگه واس همه آرزو دارم چون درآمد خیلی خوبی داره این عمو قیصر جان. تازه با اینکه چند وقت لانگ میذاره بیشتر اوقات شورت گذاشته. نگاه کن کلا 40 تا ویدیو گذاشته فکر کنم 10 تاش فقط لانگ بوده. شده تونسته 994,000 تا بازدید به دست بیاره و درآمد این یوتیوبر شده 240 میلیون تومان. عالی. آنگاش اینان که صاحب سرور اسمایل SMP تونسته با ادیت و بیلد ویدیوهای با کیفیت خوبش از جمله 100 روز و هاردکورد و SMP هاش و اسمایل SMP ویدیوهای خوبی کسب کنه و تونسته که درآمد خفنی رو واسه خودش رقم بزنه و این یوتیوبر با 400,000 تا بازدید در ماه یعنی در این ماه تونسته به درآمد 1,600
$1600 برسه که زبونم دیگه نچرخید که حدوداً 100 و خورده میلیون میشه. بهترین بدوارز بازیکن 1.9 و بدترین 1.20 به خاطری که تو مذاکره برید ببینید دیگه، من تعریف نمی کنم. خب و این میلاد جانمون تونسته با تنبلی‌های فراوانش که کلا 2 بار توی این ماه ویدیو گذاشته درآمد خوبی رو کسب کنه که اگه بیشتر ویدیو بذاره درآمدش از بیشتر یوتیوبر خیلی بیشتر میشه و ویدیو کانتنت های باحالی میسازه، از های پیکسل گرفته تا چیزای دیگه، بدوارز و متاکرفت. خب و با 87,000 تا بازی تونسته $151 که میشه 17 میلیون به دست بیاره. یوتیوبر ما توی این لیستن تکو گیمه که با صدای قشنگش و ویدیوهای با کیفیتش که پر از لایفک و ایناست که تست میکنه ببینه واقعی یا نه و حتی به شما هم آموزش میده حتی اگه واقعی هم نباشه. این یوتیوبر با این خیلی کم حمایت شده، با اینکه ویدیوهای با کیفیت میذاره ولی حمایتش کمه. برید حمایتش کنید و درآمد نسبت به بقیه حدوداً 5 میلیون. دیگه هم خواستید درآمدش بدونید فرقی نداره تو چه حوزه‌ای. بهتون میگم دوستتون دارم. خداحافظ. لایک یادتون نره.